سلام، وقت بخیر. از آکادمی کندل سبز در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم در واقع آموزش MQL رو آغاز بکنیم. فرض بر این هستش که شما قبلا متاتریدر 4 یا 5 رو نصب کردیم و با نصب اون هیچ مشکلی نداریم. اگر که میخواستید که برای اون ویدیو ضبط کنیم، حتما تو پیام ها بگذارید که نحوه نصب اون رو هم آموزش بدیم. مرحله دوم این هستش که شما حتما باید با یک بروکر کار بکنید و در آن بروکر ریجیستر شده باشین و بعد بروکرتون رو با یوزرنیم پسوردی که در اختیار شما قرار داده به متاتریدرتون وصل بکنید. خب ما با این پیش‌فرض شروع میکنیم توی محیط MQL کار کردن. برای شروع باید شما این دکمه‌ای که اینجا من اشاره میکنم روش کلیک کنید. این محیط متا ادیتور هستش. ببینید این بالا نوشته متا ادیتور که در واقع شما تمام برنامه نویسی ها رو تو این محیط انجام میدید. اولین نکته که باید در برنامه نویسی انجام بدیم و قبل از هر گونه شتاب زدگی برای آموزش این هستش که حتما باید نظم و ترتیب رو در نوشتن برنامه ها رعایت بکنید. چند نکته است که من اینها رو خدمت شما اعلام میکنم که اگر که این موارد رو رعایت بکنید، هر زمان که حالا به این برنامه مراجعه میکنید، شاید مثلا شما این برنامه رو امسال مینویسید، سال آینده بخواید بهش مراجعه بکنید یا سال آینده بخواید از یه بخشی از اون استفاده بکنید. به خاطر همین نظم و ترتیب و کامنت نویسی بسیار مهم هستش. نکته اول قالب ها هستند. در نوشتن کد برنامه از هر تعداد فاصله یا تب و یا جای خالی میتونید برای قالب استفاده بکنید. الان این بخشایی که شما میبینید اینا قالب بندی هستن. ببینید همه بخش ها رو جدا اینجا نوشته شده و با توضیحاتش. یعنی در واقع قالب یه بخشی هست که برنامه ها رو از هم جدا میکنه و یک توضیحی رو هم داخلش داده که شما بعدا میتونید مراجعه بکنید. پس مسئله اول همه قالب ها هستن که من اینجا حالا یک برنامه دیگر رو باز میکنم. ببینید قالب ها تو تمام برنامه ها هست. بحث دوم بحث یادداشت نویسی یا کامنت هستش. کامنت یک متن اختیاری و غیر قابل اجرا هست توی برنامه که کامپایلر اون رو نادیده میگیره. به عنوان مثال ببینید اگر که بخوایم یک خط برنامه رو در واقع اجرا نشه و به عنوان یک توضیحات بنویسیم، به عنوان یک کامنت بنویسیم، باید دوتا در واقع اسلش قرار بدیم روی جلوی خط سمت چپ. اگر که بخوایم تک خطی باشه، یعنی یک خط فقط بخواد برنامه و توضیحات نوشته شده باشه، از دو تا اسلش استفاده میکنیم. خب برای اینکه چندین خط رو ما قرار بدیم توی کامنت میتونیم از اسلش و ستاره استفاده کنیم. همونطور که میبینید این خط کلا رنگش تغییر کرد و وقتی که شما کامپایل رو میزنید در این قسمت برای کامپایل کردن برنامه، اصلا این خط از لحاظ کامپایلر نادیده گرفته میشه. من اینجا یک تصویری دارم از مقایسه اینها. ببینید الان اونهایی که تک خطی هستن دو تا اسلش هست و اونهایی که مثلا دو خط رو توضیح داده از اسلش و ستاره استفاده کرده در اینجا. خب و اما مفهوم بعدی مفهوم شناسه هستش. شناسه کلمه‌ای هستش که به عنوان یک نام برای متغیرها، ثابت‌ها، نوع داده‌ها و توابع استفاده میشن. نکاتی که باید برای شناسه ها در واقع در نظر بگیریم که طول شناسه نباید بیشتر از 31 کاراکتر باشه. نکته دوم این هستش که شناسه باید با یک حرف کوچیک یا بزرگ انگلیسی یا
حتی آندرلاین هم میتونید ازش استفاده بکنید. از کلمات رزرو شده نمیتونید استفاده بکنید که کلمات رزرو شده رو هم خدمتتون اعلام میکنم. ببینید به عنوان مثلا این یک شناسه هستش که اومده یک عدد صحیح رو به عنوان 10,000 در خودش جا داده. در واقع شناسه رو میتونیم همانند یک کاسه در نظر بگیریم که این مقدار درون اون قرار میگیره. یه نکته مهم هم این هستش که کامپایلر متاتریدر به بزرگ بودن و کوچیک بودن حروف حساس هستش. یعنی اگر شما مثلا این کلمه مثلا سایز رو اینجا الان با اس بزرگ زدید، ولی مثلا یه جایی در پایین برنامه بیایید مثلا این سایز رو با اس کوچیک مثلا فراخوانی بکنید، این رو اصلا ندید میگیره و نمیتونه تشخیص بده که این مقداری که شما فراخوانی کردین این کلمه سایز همون سایز قبلی هستش. خب حالا توی این برنامه مثلا این قسمت اکسترا اری اد رو اومده تعریف کرده یا مثلا اکسترا فایل نیم رو اومده تعریف کرده. اینا در واقع همین شناسه ها هستن. توی این برنامه هم همینطور مثلا ببینید اکسپرت ماجیک نامبر 10,981 مقدار اولیه هستش. در مورد کلماتی که گفتم خدمتون که نباید اینها رزرو شده باشن، کلمات رزرو شده کلماتی هستن که داخل خود برنامه استفاده میشن، مانند توابع یا تعریف متغیرها. یعنی اون چیزی که از قبل توی خود MQL تعریف شده، از این موارد نباید استفاده بکنید. مثلا کلماتی مثل اینتیجر که حالا بعداً من توی ویدیوی دیگه مفصل متغیرها رو و تعریفش رو برای شما توضیح میدم، ولی همین حد بدونید که به هیچ عنوان نباید کلماتی رو که خود MQL توی برنامهش داره استفاده میکنه به عنوان تابع یا به عنوان متغیر یا به عنوان فرمان، نباید جزء تعریف متغیرهای خودتون یا تعریف شناسه هاتون، در واقع اون کاسته هایی که متغیر یا مقدار میگیره، نباید از اونها استفاده کنید.